لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم. نمیگیره شما را الله مؤاخذه نمی کند به عذاب باللغو بیهوده فی ایمانکم در قسمایتان، ولکن یؤاخذکم لیکن میگیرد شما را به عذاب میته بما کسبت قلوبکم، با آنچه کسب میکند دلهای شما، قلبم کسب میکنه عمل میکنه. والله غفور حلیم، الله بخشاینده و بردبار است. در اینجا الله متعال اقسام قسم بیان میکنه. یک قسم لغو است که انسان این قسم میخوره او جزا نداره، نه کفاره داره نه جزا. یکی منعقد است، منعقدی قسم میخوری که من داینده اینی کار نمیکنم، داینده اینا اگر کردی باز کفاره میدی. لغو چیست؟ لغو است که یکم تا عادتی است، میگه والله تو میگه والله این نیست، با خدای تو میکنم، با خدا تو میکنم، این در مدانش هست، خب در دهنش هست. اینی قسم ها این لغو است، این کفاره داره نه دیگه. اگه قسم خوردی که سبا روز شهر نمیرم رفتی، باز این کفاره شمیدی. یکی قسم یمین غموس است، غموسی که در گذشته یک کار شده تو میفهمی نشده باز قسم میخوری که شده، اینی بسیار گناهش بالا. این کفاره هم نداره، بعد میگه داره بعد میگه نداره، این جزا داره، توبه بکنه انسان. مثلا دکاندار همین قسم خوب میخورن، نه غموسه. غموس باید میگن غوطه خوردن دا آتش، این آتش میره. این موبایل خریدم میفهمه که 1200 خریده. چند خریدی؟ ایره میگه راست ما بگویم، ما بگو راسته 1500، یعنی 12 خرید. نه دروغ میگی، قسم میخو، قسم با الله پیدایم که 15 خریدی. خوب میفهمه 12 به ناحق قسم میخوره. فایدهش فقط 1600 میتونم دیگهش گوشت خنزیر باشه و ای باشه و او باشه. دیگه 1 روپیه چی میگه 50 روپیه تا بخش، 100 روپیه تا دیگه تا نبخش. حالا حلال سر خود حرام میکنه. نه خو اینا خی تو 12 خریدی من 16 دادم، 100ش بخشیدم، 300 دیگه نبخشیدم، حرام شد برای تو. دکاندارا قسم به دروغ در گذشته یک کار شده قسم میخوری، این بسیار این اولین قسم ناحقه که خورده که میفهمید دروغ شیطان بود، شیطان ابلیس. نه آدم علیه السلام چی گفت؟ وقاسمهما، قسمشان خود داد که قسم خورد برشان که اینی لکما لمن الناصحین، من خیر خواهی شما را میکنم. میفهمید که اگه اینا از این بخورن گپشان خراب. قسم خورد که ملائکه میشین همیشه در جنت میمانی. باز کفاره قسم در صورت چیز الله بیان کردگی است. کفاره شام سعی کنین سورت مائده آیت 89. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، آیت 89. نمیگیرد شما را الله با لغو در قسم هایتان. لغو به فایده بیهوده. لغو یعنی قصد نمیکنی، قصد قسم نمیکنی. ولکن یؤاخذکم، لیکن الله مؤاخذه میکنه شما را بما عقدتم الایمان، با آنچه گره کرده گستین شما قسم ها را، یعنی قصدن. فکفارته، کفاره قسم چیست؟ اطعام 10 مساکین، غذا دادن 10 مسکین است. من اوسط ما تطعمون اهلیکم، از وسط و درمیانه غذایی که میتین خانواده تانه. خانواده غذا درمیانه چیست؟ اونمو را بتین 10 مسکین یک وقت نان بتین. که اول اینمی است. اگر میگی ندارم او قسمتم لباس بته 10 مسکینه 10 جور لباس جور کو بته. اگر نداری او تحریر رقبه غلام آزاد کن. ندارم میگه فقیر هستم نه نان دادم میتونم، نه دیگه این فمن لم یجد، کسی که پیدا نکرد فصیام 3 ایام، با 3 روز چی بگیره؟ روزه بگیره. ذالک کفاره ایمانکم، این کفاره قسمایتان است. اذا حلفتم، وقتی قسم میخورین، واحفظوا ایمانکم، قسمایتان حفاظت کنین، هر وقت قسم نخورین. حالا هر کس چی میگه؟ کفاره قسم خورد یا 3 روز روزه بگیر. نه 3 روز روزه برای کسی که توانایی نداره، مسکین نان داده میتونی، لباس داده میتونی، غلام آزاد کرده میتونی، او کارا بکو. اون که نشد، توانایی نداشتی، باز فمن لم یجد، این او شرط است که نمیتونی با 3 روز. این 3 روز خب برای فقیرایی است که هیچ چیز ندارن. کسی که 10 مسکین نان داده میتونه، بر از اون نیست. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، اینجا الله میگه نمیگیره شما را آنچه که در زبانتان جاری میشد از نام الله بدون قصد قسم. مثلا بلا والله، بله با خدا، بله والله، لا والله، این قسم بق نمیکنه. با خدا این تو خیم، با خدا این تو این دم زبانش هست، خدا و والله و اینمی.
ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن میگیرد آن چیزی را که شما کسب کند قلب هایتان، کسب کند عقد بکند قلب های شما. وقتی که خانس شدین باز میگیره شما را. از این فهمیده میشه که قلبم کسب میکند، اعتماد میکنه، میترسه، امیدوار میشه، قلبم عمل میکنه. والله غفور حلیم، الله واسع المغفره است. حلیم است یعنی زود عذاب نمیته، ولی عذابت میته که قسم ناحق میخوری و باز قسما را میشکنانی. این تو آدما را الله جزا میته. ولی الله متعال یک حکم دیگر بعد از این قسم ها بیان میکند. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم و ان عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم. للذین، برای کسانی یؤلون که قسم میخورن، من نسائهم به زنهایشان، که ما چی میگن؟ قسم میخورن که ما به زن نزدیک نمیشم. تربص 4 اشهر، انتظار بکشد 4 ماه. فإن فاؤوا، اگر اینا رجوع کردن، فإن الله غفور رحیم، الله بخشاینده و مهربان است. و ان عزموا الطلاق، اگر قصد طلاق کردن، فإن الله سمیع علیم، الله میشنوه و آوازایتان عالم است به حالاتتان. تا 4 ماه انتظار. سابق که بود مردم قسم میخورد، طلاقای زیاد میداد، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق، 10 طلاق میداد، باز رجوع میکرد، باز طلاق میداد، باز رجوع میکرد، باز طلاق میداد، باز نمیداد. میخواست که یک زن آزار بده، طلاقش میداد. نزدیک از این جدایی که میشد رجوع میکرد، نه به امرش اینجا میشد نه دیگه، امتو ضرر میرسه. الله متعال گفت حرامه، ظلم سر زناست، ظلم نکنید. هر کس طلاق داد رجوع کرد، 1 طلاق دادی رجوع میتونی، 2 دادی میتونی، 3 که دادی گپ خلاص. 1 دفعه طلاق دادی رجوع کرد، دیگه دفعه دادی 2 حساب میشه. اگر رجوع هم کردی از طلاق، بازگشت هم کردی، حساب شده او واسه گم نمیشه. همین 3 که دادی 3 شد خلاص، تا که دیگه شوهر نگیره نمیشه. قسم میخوردن که نزدیک نمیشم، بازور هم تو میماندن زنه 1 سال 2 سال 3 سال هیچ گپ نمیشه. الله گفت ظلم است. حال قسم میخوره کسی که او زن به امرای نزدیک نمیشم 4 ماه، 4 ماه که میتیر شد اتومات خودش طلاق میشه، جدا میشه. یعنی 4 ماه که پورا شد، بعضی میگه در جریان 4 ماه، بعضی میگه پورا شد. فکرت بکن، زندگی میکنی به امرای خانم نمیکنی، طلاق میشه خودش. این طلاق هم نتی به صورت اتومات طلاق میشه، زن آزاد میشه، از قید نکاح تو میبراید تا که سر زن ظلم نشه. مسئله طلاق الله بیان میکند. اینجا حقوق زن هاست، خانواده صالح، خانواده که دو محبت باشد، مشکل جنجال نباشد، سر زن ها ظلم نشه. حال مسئله طلاق اینا را بیان میکند. طلاق کار خوب نیست ولی مشکلات پیدا میشه. یولون ایلا در لغت قسم میگه، آلا یولی ایلاان. در شریعت یمین به ترک وطی زوج، قسم میخوری که خانم جماع نمیکنم، یک جای نمیشم. تربص انتظار میگه، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فای رجوع را میگه، از برای سایه هم فای میگه، زیرای فای وقت فای 12 بجه که است اوسو دور میخوره، به طرف چیز میره، به طرف غرب میره. اینال الله متعال در اینجا مسئله ایلا، یعنی للذین، برای او مردهای یؤلون یحلفون قسم میخورن. چی قسم میخورن؟ الله یجامع نساءهم من نسائهم، این که جماع نمیکنن، استفاده جنسی نمیکنن از زنهایشان، به خاطر ضرر رساندن انتظار 4 اشهر، 4 ماه انتظار بکشن. تربص انتظار 4 اشهر، 4 ماه. فإن فاؤوا، اگر رجوع کردن اینا به زندگی دائمی خانمایشان، این فاؤوا یعنی جماع کردن، یا از به زبان گفتن که من رجوع کردم، باز الله متعال فإن الله غفور رحیم، الله بخشاینده و مهربان است. و این عزم الطلاق، اگر قصد طلاق کردن، یعنی تصمیم گرفتن که طلاق بکنن و نزدیک نشدن، فإن الله سمیع، الله میشنود و علیم است به نیاتتان. اینا اگر زوج قسم میخوره که 4 ماه نزدیک نمیشه، خانم 4 ماه قسم میخوره که با خانم نزدیک نمیشم، 4 ماه انتظار بکشه. اگر شوهر در مدت 4 ماه نزدیک شد، خب و چی میته؟ کفاره قسم میته. کفاره قسم در مسکین نان بده یا لباس بده، نشد تو نداره روزه بگیره.
اگر دمی 4 ماه نزدیکش نشد فرقت و جدایی واقع میشه. او چیست؟ طلاق و تیر شدن مدت اینمی 4 ماه امام ابو حنیفه میگه طلاق میشه. شافعی میگه کارش با حاکم پیش میشه، یا رجوع میکنه یا طلاق میته. شافعی تو میگه. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه نه که 4 ماه پوله شد اتومات طلاق میشه. دیگران میگه نه با حاکم پیش میشه. باز حاکم میگهش که زندگی میکنی یا نه؟ گفت آخه برو. اگه گفت نه خود حاکم جدایش میکنه، فیصله میکنه که طلاق واقع شد، بس فسخ میکنه، نکاح را فسخ میکنه. از این چیز فهمیده میشه که و این نظام الطلاق قصد طلاق کرد الله میشنه عالم است. امام شافعی میگه که سمیع فهمیده میشه که باید اونجا طلاق بگویه، یا بگویه که ما نمیخوایم نزدیک شم. می از کلمه سمیع فهمیده میشه الله میشنه که شما چی گپ میگین، نزدیک میشین نمیشین. باز در جریان 4 ماه امام ابو حنیفه رحمه الله میگه در جریان 4 ماه اگر شد خب 4 ماه پوره شد گپ خلاص. دیگه میگن نه 4 ماه پوره شد طلاق نمیشه، بعد از 4 ماه تصمیم بگیره که رجوع میکند یا نه که نمیکند یا طلاق میده. حاکم اگه طلاق نمیده حاکم مجبورش کنه. دیگه ای تو میگه امام ابو حنیفه رحمه الله کار آسان کرده. خب تا 4 ماه نزدیک شد نشد اتومات طلاق شد. طلاق هم باین است، جدا میشه. طلاق رجعی نیست، باینی که تا که نکاح مجدد نکنه، خواستگاری مجدد نکنه، دختر راضی نشه، مهر جدید باید تعیین کنه. اگر باز خواستگاری اومد مهر میخواهد دیگه. این چی است؟ الله ظلم از زنها دور کرد. یا قسم میخوردن نزدیک نمیشدن. حالا یکم تا را ببینی شوهرش قار میکنه، زن خدا میگه برو خانه. او که میره 1 ماه 2 ماه 3 ماه چی کنم بیم؟ نه نبی. 5 ماه شد نه نبی. 1 سال اونجا ما قسم خوردی وقت گپ از او خلاص شده. خب طلاق شده کیست؟ هم 1 ماه که 10 روز که دختر یک کسی در خانه شما پرسان کنه چی گپ است، حالا تا پرسان کنه. شوهر بگه اگه گفت نه امو تو باشه خب معلوم شوه. اگه گفت قسم خوردی میتوی تو بازونمو اله است. این تو نیست که به زبان بگویم، این که بگویم نه دیگه من یک جای نمیشم. این تا 4 ماه عزیز یاد نمانه کسی دختر خدا، زیرا 4 ماه خانم صبر داره، بعد از صبرش خلاص است. یک کسی شوهر خانم خدا کشید در خانه پدرش، نه تا 4 ماه صبر کرد بفهمانه ریسفیدی کنه، نشد خلاص طلاقش بگیره. اگر قسم هم نخورده باید طلاقش بگیره، بعد دیگه کس به شوهر بده. تو ظالمای در خارج میرن 1 سال 2 سال 10 سال گم است. زنگ میزنی چی گپ است؟ میایم دیگه میجا مشکلات هست صبر کن. خودشون جایزه نگرفته. نکنین اینمی پدرها و مادرها بگه در ظرف 4 ماه میای یا نه نمیای خلاص طلاق بده. برو گپ شد چیز کنه، در محکمه پیش کنه، قاضی خودش فسخ میکنه خلاص. وقت بعد یک کس بتش. این تو ظالما را دیدیم 10 سال خانم خود اعلام کرده، خودش روس رفته، خانم که دیگه کس ارتباط نامشروع برقرار کرد. باز که آمده که این را میکشم او را میکشم، چرا تو خانم رو میتوشد؟ ظالم بیدینه. خودش اونجا رفته عیاشی کرده رای در امریکا و روس کانادا، اینجا خانم اعلام کرده. حتی عمر رضا عنه از خانم دختر خود پرسان کرد حفصه که میزنها چقدر صبر دارن؟ گفت 4 ماه الی 6 ماه. بعد از او فرمان داد که عساکری که در جهاد میره در سرزمین های روم و فارس تا 4 ماه باید پس خانه خودم بیان تبدیلی شد. 4 ماه بعد بیان اینجا 1 ماه یا 15 روز در فامیل خود باشه، به خاطر که خانم حق داره خانمش خراب نشه. کار میرم کجا؟ سعودی عرب رفتی 4 ماه بعد بیا. بسیار نهایت 6 ماه 2 سال 3 سال در سعودی عرب گم است. وقتی که میاد میبینه که یک تا دیگه هم پیدا شده. توبه این از کجا کردی؟ میگه بی غیرت از کجا کنم؟ تو خونه بودی؟ میگه زنم میگه از خودت هست، میگه اینمی از خودت بود، با مون نسبتش میگه. او هم چه به خدا میگیره والا من گناهگار هستم. اینمی گپا بسیار عادی است، مردم نمیفهمه. خب بعضی دختر خودم موجه مانده میکشند تا هم خیر است، ما با مو دادیم توتت میکنم. این بسیار ظلم سر زنان. این کارا را نکنین. دختر با کسی دادی وقت با وقت پرسان شو بکن چی حال است، چی زندگی است. و حق داره. او دخترم میفهمه که حال پدر مرا نمیده،
دختر شوهرش اعلان کرده، دختر خدا پدرش جای نداده، دختر رفته عیاشی کرده دست پدر ظالم، باید یک شوهر دیگر را گرفته. دیگه اینی کارا بسیار مهم است. یک وقت نبودم، ما در فامیل ما آمدم که همی داماد ما ظلم کرده، این تو حالت خراب. ما هم نبودم، در درسا بودم که آمدم گفت تو دیگه خواهرم بسیار گریان کرد، میزنن و میکنن و وراست ای طور است. گفتم خب تو جگر، گفتم بیشی همینجا بیشی دیگه نرو، خلاص شد. این کشه شوهر زنگ زد، زد شد در ظرف یک هفته بیا. گفتم خب هیچ دیگه، گفتم نرو. حالا دیگه زنگ زد، اگر در ظرف 2 روز نامد اموجا دائمی بشانش. گفتم بچه 2 روز دیگه هم که نرفت، 10 روز دیگه هم نرفت، 20 روز دیگه هم ششتن دید که نه آمد. گفتم بیا اینجا. گفتم بعد از این حتی خودت حق نداری که بسیار کارهای شاقه را سرش بکنی، از بیادر دیگه هیچ کسی را لباس کار نداره، ظلم سرش کرده نمیتونی، اگر میکنی نمیال طلاق شه بته. گفتم دیگه از طلاق میترسم. من گفتم نمیترسم، بته نمیال طلاق بته. حالا خود رضایت تجیره گرفته بودم، گفتم که خیلی طلاق میخوایم. من گفت خیر است. گفتم بته طلاق. چوب کرد نه ولی تو. گفتم مگه دیگه گپی شد، یا جدا بشی یا دیگه خلاص، دیگه باید وضعیت خراب است، مجازات شخصی میکنم. بعد از او دیگه که رفت امی تو آرام شد. اینه پدر و مادر میگفت خیر است دخترم میکشید غرض نگی. چرا دور است؟ ما به اون مردم دادیم. چی دادی؟ چه قسم دادی؟ تو ظلم سر زنها در افغانستان، ظلم است، حد نداره. منطقه خدا که میبینم ملا دیگه چی میکنن؟ 24 ساعت دستقات در ختم اینم خوراک است. نمیگه که ظلم نکنین سر میزنا. میراث نیست، میراث خود نمیته. این میال ما ملا دست کنجا مسئله میراث بیان نکرده، تصمیم دارم که در منطقه برم میراث گپ دیم و ای تو دلم میگه که اگه میراث گپ زدی دیگه از گپ زدن محروم میشی. ولی خیر است میگم یک میراث یک خواب یک سرکوب میکنیم. ملا را ملا نمیته، ملا میراثش به دختر نمیته. خطیب مسجد دیگه چطور بتن؟ زن که میگم میراث میگیرم زدنک میشه. این تو یک حال میشه. بگیرین خوش ما میراث زنا ما خو دختر اثر کس بتین اعلان کنین، میت مقشه برش بتین تسلیم کن. این کار ما میخوایم که چیز شود، شایع شود. این اگم تا میگه تو زیاد دو سه زنه گپ میزنی، میخوایم شایع شود. این میره مردم بد میبره. حال میراث هم میخوایم شایع شود. سر زن ظلم است، اینی به نفع زن اینه. مهر میگم باید شایع شود، بر زنا مهرش داده شود. ایران میخوایم سر زن ظلم نشه. زن که است ازدواج کرد تا میگم که جدا بشی. یک پدر مادر طاق داره رشته امور چیز که خلا ایوار بانسه بگرده. نقین که در فامیلای ما بسیار ظلم این منطقه ما خودم که ازدواج کردم اینجا برادرها میگفت تو گفتم من حق ندارم، هیچ کس حق نداره که اینجا بگه ای تو کو او که تو شده تو جدا میخواد. گفتم ما جدایی میخواد. پدر و مادر گفتم میشینی بیشی دیگه کس حق نداره. ایوار تو خودت کالای تا باشه بویت کارت خودت. بالاخره با جدایشان کردم. برو گفتم نشد. نه اسلام باید تطبیق کنیم ما در همه ابعادش. ما هدف ما این است. این تو نیست که اگه دفعه ما 2 3 زنه را گپ میزنیم ولی مردم خب بد میبره، نه کافر میشه به این خاطر میگه ولی خودش زن میگیره و این تو گپا را میزنه. خب خوب است زن که بگیرم گناهگار خونم میشم. اگر این یقین کنین هدف خودم نمیباشم. هدف اینمی است که اینمی قانون شایع شود، اینمی قانون عام شود، میراث داده شود. یک جای بودیم راستی سخت است، همین فرهنگ بد مانده شده. گفتم زنا میراث بگیرن، گفت میتی خواهرا این بود. گفتم اعلان میکنم که میراث میتم به خواهرم. گفتم این زمینای ما 5 حصه نمیشه 6 میشه. ای تو خواهرایم خوشحال شد حیران ماند. گفتن نه ما میبخشیم. گفتم قبول ندارم، اول برات میتم میارم تسلیمت میکنم بعد برکی بخشیدی دلم کار ندارم. اعلان کردیم اینمی کار شود باید.
حالا که کسی را بگوی دخترت میراث شبته رنگش سرخ میگرده، میراث دختر مرا برش بته دیگه هم میپنده بی دیناره. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات زنهایی که طلاق شدگی هستند آزاد هستند بعد شرایط داره. یتربصن انتظار بکشن بانفسهن به نفسای خودن 3 قروء 3 قرعه 3 قرعه انتظار بکشن. 3 قرعه چی؟ 3 حیض یا 3 پاکی. ولا یحل لهن ان یکتمن حلال نیست برای زنها که پنهان بکنن ما خلق الله آن چیزی را که آفریدگی است الله فی ارحامهن در رحمشان در اون جایی که طفل پیدا میشه. این کن یؤمن بالله والیوم الاخر اگه هستن زنها ایمان دارن با الله و روز قیامت و بولتهن شوهرایشان احق بسیار حق دار هستن بردهن با بازگردانیدن زنها فی ذلک در مدت 3 قرعه 3 حیض یا پاکی. این ارادوا اصلاحا اگه اراده اصلاح را بکنن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف از برای زنها حقوق است به بالای شوهرایشان مثل الذي مثل آن حقوقی که شوهرها دارد علیهن به بالای زنها بالمعروف مطابق قانون اسلام. وللرجال علیهن درجه است برای مرتبه بالای زنها درجه است مرتبه است. والله عزیز الله غالب است حکیم در هر حکمش حکمت است غالب است یعنی فرمان صادر کرد. حالا الله مسئله طلاق بیان میکند که طلاق زنهایی که طلاق میشن یعنی واجب است به بالای مطلقات زنهایی که طلاق میشن این زنها کدام باشه میگه 3 حیض تیر کنه حرایر باشه یک آزاد کنیز نه کنیز 2 دانه داره 2 حیض یا 2 طور مدخول بهن دخول شده باشه یعنی جماع شده باشه اگر دخول نشده بود با 3 حیض تیر نمیکنه. دیگه چی باشد دیگه شرط چیست حامله نباشه یا حامله بود و خو حیض نمیبینه و خو با وضع حمل است تا که حمل خود به دنیا نآورده. اینا بینمی شرایط انتظار بکشن یتربصن اگر که جمله خبری است به معنای امر است یعنی فانتظرنا باید انتظار بکشن چقدر به نفسای خودن 3 قروء مدت 3 اطهار 3 طهر به قول شافعی و مالک یا 3 حیض به قول امام ابو حنیفه و احمد. امام احمد ابن حنبل میگه 3 حیض تیر کنه. قروء جمع قرعه قرعه از جمله از داد است طهر هم گفته میشه حیض هم گفته میشه یعنی اهل لغت میگن قرعه که از محل جمع شدن خون است در رحم و طهر هم گفته میشود حیض هم گفته میشه. خب امام ابو حنیفه رحمه الله میگه در پاکی که طلاقش داد نه کلش در اتفاق دارن که طلاق سنی چیه سنت خانم مریض است 6 روز 7 روز پاک شد این میشه که جماع نکنی دینمی پاکی طلاق بده. چرا زیرایی خانمی که 6 7 روز مریض شده اینجا شوق مرد پیدا شده گیست و از جماع که نمیکنه طلاق میتجی فهمیده میشه دلش سرد شده. اگر جماع کرد باز سیر می باشه خوشش نمیاد میگومش که طلاقش کنه الله میگه نه یعنی یک وقتی باشه که تقاضا داره و طلاق میده تصمیم طلاق خدا گرفته. اسلامی تو هم نمیگه که جنجال اندک شد طلاق این تو نمیگه. قرآن میگه که واللاتی تخافون نشوزهن فایزوهن زنای را میترسین عالم میشین نشوزهن بد اخلاقی میکنن بد اخلاقی یک پیاله را دیگه میزنه و قاب میزنه و این خانه چطور است حالات خراب کرده رئیس هرچی اینجا چی کنین و فایزوهن وعظش کنین وعظ این گپای را بگین که من نشا نصیحتش کنین قرآن سنت ای را بگو وظیفه تویی اخلاق تی تو باشه حقوق شوهرینی است نکو یک روز 2 روز 3 روز نشد وهجروهن فی المضاجع در خوابگاه ترکش کن سر بام خو شو اگر تابستان نبود در خانه دیگه برو یک روز 2 روز همین به خانم زجر است از که دور میشی به علت نه قهر است این بسیار تکلیفش میده. اگر جور شدنی باشه اصلاح میشه یک روز 2 روز 3 روز 10 روز صبر بکن نشد 3 مرحله وضربوهن بزنید. ما دیدی که پیاله را میده کرد چرا میده میکنی هیچ
باز این تو زدن اینه که غیر مبرحین، این تو زدن افغانی نه که چوبه بگیو ها دیو کدام جایش میده کو سیاه کو، نه سیاه بکنی نه میده کنی، فقط یک زدن عادی. مثلا یک سلی دم پشتش دی یا پشت گردنش دی یا میتو چوبک عادی دیدی که بیام نشد، هر قدر بگوی ما ایتو نمیکنم خراب است. اینا رو باز چی کنین؟ باز فامیلش خبر کن. فین خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلی و حکما منه، بگو پدرش بگو مادرش کل قوم سرش خبر کن. این تو شده ای زندگی خراب است، حالت مرا خراب کرده. خب از اینجا هم ریسفه تا اینشا اورام بفهمه، هر کدامش فامیل خدا بفهمانه، ببینم مشکل در کجا، مشکل در مرد سیره نصیحت کنن ها صلح شوا، این یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، داور تعیین کنن الله جورشان میاره. اگر بمیام نشد اینا دیگه مسئله چی آمد؟ طلاق آمد. اگر پاک بود خب جماع نکردی، اگر پاک بود جماع کرده بودی باد طلاق ندی. مریض شد، بعد از مریضی پاک شد، اون موجه باز شاید بگی واستشهدوا شهیدین، یک طلاق بده بر رضای الله. در یک طلاق دیگه فامیلش حق نداره که سرکن و پایکن بیا وای دختر مر طلاق بیا که بریم دیگه اینجا استاد نشو، نه، یک طلاق داده زنش است تا 3 ماه اینجا یک داره که شوهر پس رجوع کنه، بی اجازهش رو میتونه رجوع کنه، بدون اجازه از هیچ کس نمیگیره. اینجا هنوز زنش است، یک طلاق که داده، یک طلاق به این خاطر داد بازی میبینه که زندگی نی اول خمتو زن که قار باشه تا چند روز قارش نمیشین، یک طلاق که دادی باز همتو میگه والله حالت خراب میشه، چی میشه، فکر میکنه که زندگی میتونم نمیتونم، پشیمان میشه، نه پشیمان شد و خوب. اگر نشدم میگم تا زنا غیرتی است، پشیمان خود شده اولی به زبان نمیگه، میفهمی که یک کمی جور شده بیا کارهای خودم تو درست کرده رئیس میره اصلاح شده، انسان میفهمه. باز چی میکنه؟ پس شایده رو میگیری میگی من رجوع میکنم، به زبان میگی رجوع کرده، عملی هم رجوع میشه، عملا خونم استفاده جنسی و به زبان هم میشه رجوع میکنه، ولی شاید میگیره او یک طلاق مان دیگه در جای خود است، او گم نشده. اگر که رجوع کردی 2 بار طلاق دادی 1 سال بعد این دوشت باز پشیمان شدی رجوع کردی، نه یا ما 3 سال باز جنگتان شد جنجال شد، اگر 3 طلاق دادی باز خلاص شد دیگه. باز وقت دیگه تا که شوهر دیگه بگیره و هم به صورت طبیعی زندگی کنن، اگر جنجال شد و طلاقش بده به صورت طبیعی، حلال ملاله نیست. خب حال کرایی میارن یک شوهر، نه بیدینایی است، نامش مانده حلاله. حلاله چیست؟ با پیش مولوی های مسجد میرن یا ظالم هستن. خب رسول الله میگه لعن الله المحلل و المحلل له، لعنت الله به کسی که حلاله میکنه و کسی دیگه بر از او حلاله میکنه، هر دوش ملعونه، حرام است حلاله. حتی رسول الله میگه و صفاک زناکار است. در این پاکستان اینجا میکاره میکنه، پیش مولوی صاحب میگه زن 3 طلاق دادیم، او میگه تو بسیار بدکار کرد، 3 طلاق ها. راه حلش چیست؟ راه حلش تا که دیگه شوهر نگیره، نه خو خیر اگه شوهرم بگیره ما میخوایم پس که تیش یک جاشم یک نفر میگه برات پیدا میکن، مولا میتون میگه که چند وقت که تیزی نکاح کنه و باشه با طلاقش بده، میتون میخوای یک راه برش جور کن. باز میگه این خودم هستم، میگه بر ما بیارش چند وقت من نکاحش میکنم. با در پاکستان هم تو کار کرده بودن، یک طالب بوده یک جای ولایت بوده، یک ولایت افغانستان، باز پاکستانی گفته که والا ما خود زن طلاق دادیم، گفت کار خوب نکردی، گفته خیر تو نکاحش کو طالب جان باز اینجا باش چند وقت، چه وقت؟ گفته باش حلال میشه، گفته 1 ماه، گفته خود صحیح این میجا میمان خانه از 1 ماه میجا باش که زن ما باز تو پس طلاقش بده ما بگیرم، خود صحیح. یکی جمعه باشه 1 هفته و 1 روز در روز خانم میگه گمش که شوهر ما چندان شوهری نبوده، چی کار کنیم؟ آلماشون تو باید زندگی دائمی کنیم. چطور میشه؟ در اینجا خونه میشه فرار جور میکنه، از اونجا که میشینه راست در ولایت افغانستان تا میشه دیگه. این تابال از بسیاری پاکستانی ها را یک قسمی آوردن.
یک ملا نمیگه که حلاله نیست، از الله بترسید. یک فتوا است اشتباه شده، یک کسی فتوا داده اشتباه کرده، میگه فلانی اینطور گفت، فلانی اشتباه کرده، دلیل نداره. پس بهترش اینه میست که طلاق بفهم، سیر خیز نزن، یک دانه بتی هر قدر قار بودی خلاص. و با 3 طلاق که دادی چرا پشیمان شدی؟ یا این نفر پیش ما آمد گفت 3 طلاق دادیم، پشیمان خونه نیستی؟ نیم. چرا خیلی آمدی؟ کدام روایت اگه باشه؟ گفتم مذهبی هستی؟ گفت بختم مذهبی است. گفتم خیلی برو دیگه، اما 3 شده و هیچ راه نداری. خب ما هم در قصهش نیستیم، برو. گفتم دیگه هیچ دیگه از کسی پرسان هم نکنی که پیش یکم تا ظالما نری که با سرت حلاله نکنه. این دیگه گفتم پشتش نگرد. اگه او آدم به صورت طبیعی ازدواج کرد طلاقش داد و دیگه دور است، باز اونجا اگه ازدواج کردی بکن، در غیر از اونه. همین حکم طلاق فهمیدن بسیار ضرور است، اما اکثریت نمیفهمه. خب و المطلقات و زنهای طلاق کرده شده یا آزاد باشه و این نباشد که تجمع هم شده باشه 3 حیض تیر کند، یتربصن بانفسهن 3 قروء. خب 3 حیض یا 3 پاکی. ولا یحل لهن، حلال نیست برای می زنها آلی که طلاق شد، ای یکتمن ما خلق الله، اینکه پنهان کنن آن چیزی را که الله پیدا کرده، فی ارحامهن، در رحمشان. بعض زنها طلاق خود میگیره و ای که حامله باشه 6 ماه دیگه دوام میکنه، عیاش هستن طفل چیم پنهان میکنن، سختش میکنن. این بسیار ظلم است. این طفل از این نیست، این طفل از شوهر است، طفل از این نیست، امانت است. تربیه هم که میکنه تا 7 سال اینا اصلی از شوهرش است. خودش دختر سلفی چی میگه؟ طفل میکشم اگه پس رجوع نکنی. این تو میگه یک طلاق دادی رجوع که اگه نی میکشم طفل. تهدید میکنه با کشتن. حالا خب پرسان نیست، حکومت اسلامی باشه والا کش سخت جزایش میده، نیست دیگه، حالا پرسان نیست، خودش هم تو میگه. ولا یحل، حلال نیست برای زنها که پنهان کنن ما خلق الله فی ارحامهن، آنچه که الله پیدا کرده در رحمشان. چند ماه بعد 3 ماه معلوم میشه اولاد داره نداره، که اولاد دار بود بازو دیگه باند که اولادش در دنیا بیاد. پنهان کردن حلال نیست، به خاطر عجله عدت میکند یا حق زوج ضایع میکند در رجعت. خب ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر باشن اینا ایمان دارن به الله و روز قیامت. اگر به الله ایمان داری او زن، الله میگه و میترسی از عذاب الله به روز قیامت ایمان داری، خب پنهان نکو، طفل ضرر نرسان. خیر است که طلاق شده، خبر بده بدون زیادت و کمی، زیرا این خب فهمیده نمیشه از جهت خودشان. دیگه 3 حیض تمام شد تو را بگو که در کدام حالت هستی. ولی در اینجا طلاق دادن در افغانستان بسیار مصیبت است. و بولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، شوهرای زنها احق و اینه بسیار حقدار هستند بچی بردهن، با بازگردانیدن زنها فرجت دایی که رجوع بکنه به امرایش. فی ذلک در مدت امی عدت، یعنی عدتشان پوره نشده میتونه که رجوع بکنه بدون ضرر، این طلاق رجعی میگه. و بولتهن حق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاح، اگر اراده اصلاح را میکنن. اگر میخوای رجوع کنی خب با صحیح رجوع کنی، تو نه که رجوع میکنی با طلاق میتی، این قسم نه. خب فکر تبوکو دیگه. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، از برای از میزانا حقوق از بالای شوهرایشان من الحق از حق، مثل الذی مثل آن حقوقی که للرجال علیهن شوهرها با بالای زنا دارد. از اینجا فهمیده میشه حق زن مرد مساوی است. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، بعضی همه قدرش میگه زیادش نمیگه. ولی الرجال علیهن درجه، مردها با بالای زنها درجه داره. و درجه چی است؟ الله حکم کرده است که انفاق میکند، سرپرستی میکنه فامیل، نگاه اطاعت شوهر واجب است، سرپرستی خانواده اطاعتش واجب است که شوهر اطاعت شود. درجه اینجا به این حساب است. درجه به این حساب نیست که تقوا، اگر خانم تقواش زیاد بود پیش الله درجهش کم است، این تو نیست. خانم تقوادار درجهش از شوهر کده پیش الله بالا است.
خانم دیندار تقوادار. ولی اینجا هدف از درجه در سرپرستی و انفاق و مدیریت خانواده، اطاعت از شوهر، در اینجا درجه دار. اما به اساس تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معززترین شما پیش الله متقی ترین تان است. وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم، الله غالب است، انتقام میگیره کسایی که نافرمانی حکم بکند. حکیم حاکم است، حکیم است، در هر کارش یک فایده است. یکی سعی کنین طلاق الله برای اختیارش برای مرد داده نه به زن. چرا؟ همین کافرها یک انتقاد دیگه شون نمی است. خب اول خود دین مسیح طلاق بیخی حرام بود، میگفتن حرام، زن که گرفتی نمیزن تا که زنده است نمی باشه، طلاقش داده نمیتونی. این خانواده به جهنم تبدیل شده بود، جنگ بود و زنا آیان طلاق دادم نمیتونه، بسیار وضعیت خراب. یکی میدان میشد دستش و پایش و دندانش میزدن و کندن بود، طلاق دادم نمیتونه دیگه، طلاق بده اون حرام است، بندی میشه و این گپا. بازی سیاستمدارای شکر دیندارا حرام کرده بود، سیاستمدارا، حکومت مدارا و دولت مدارای سیکولاراش گفتن نه طلاق اجازه میتیم مساویانه، هم زن هم شوهر مساوی حق داشته باشه. کمی طلاق اجازه دادن، قانون تصویب کرد، هر کسی طرفدار طلاق زن و مرد به صورت مساویانه است کارتای سبز، هر کسی مخالف است کارت سرخ. کارتای سبز زیاد شد، کمی زیاد شد، زدن دم میز که تصویب شد، مبارک باشه. کمی تصویب شد، در ظرف 2-3 ماه 70% زن شوهر طلاق داد. همین نظام خانواده که برهم خورد. زن خو احساساتی است، نه؟ زن که قادر شد هر قدر زور داشته باشه استعمالش میکنه. زور طلاق بسیار آسان. همین شوهر که خودش ور میداد میگفت طلاقت کردم، میگفت واستا گپ دی، طلاق برو خلاص. میبردش در محکمه، زنگ میزد زود بیا، و بیچاره میام سرکن و پایکن، وقت طلاق خدا میگیره، برو. پس آن پشیمان میشد دیگه، فایده نداشت. با دیدن که مسلمان ها چی حالت دارن. حتی یک دختر گفته بود ما 6 شوهر کردیم، یک عیاش بود، گفته بود در کنسرت که میرفتم خان شوهر میگو یه ذره احتیاط کو، گفت طلاقش میدادم، میگفتم احتیاط نمیشه. حالی گفت یک دوسه پیدا کردیم، ما هم کتیم رقص کردم میره، یا ما گفت کدام گپ دیگه میرم طلاق میدم. یکی یک زن 6 شوهر در ظرف چند سال 2 سال بکنه، این دیگه چی نظام است اینجا؟ نظم برهم خورده. اسلام که دیدن که نه طلاق مرد میته، زن نه، زن طلاق گرفته میتونه، داده نمیتونه. فرق در بین دادن و گرفتن. گرفته در محکمه اونجا دلایل باید پیش کنه. چرا؟ به خاطر قانون اسلام اونها فرق میکنه. در اسلام یک کسی که ازدواج میکنه مهر میته، مصارف میکنه، در اونها او فرض نیست که مهر و مصارف اینا کنن. حتی 2 نفر میره پیش قاضی، شاهد هم نیست، نکاح میکنه. یا 1-2 نفر که خود میگیرن یا نمیگیرن. باز نفقه هم با بالاش نیست، او اندیوالی زندگی، نیم پیسه رو میته نیم او میته، هیچ. یک زندگی بیخی یک زندگی است که در اون محبت نیست. در اسلام سعی کنین شوهر بسیار با حوصله است، با آسانی طلاق نمیته، مشکلات پیداش صبر میکنه، میگه نظام خانوادگی برهم نخوره، تا که مجبور نشه طلاق نمیده. بنان امی خانواده حفظ میشه. یکی شوهر احساساتی نیست، زود تصمیم نمیگیره. زن کس احساساتی است. مثلا یک مثالش بگویم، بعضی زنها قبول نمیکنن، نیستیم ما احساساتی نیستیم، قوه عاطفیشان بسیار بالاست. یکم دفعه مادر سر اولاد قار میشه، که من قار شد چی میگه؟ این جان مرگ شوی، این زیر موتر شوی، این شوی. هم بچه جوان خدا 15 و 20 ساله را چیز دعا میکنه مرده تا بخیر بیارن، ای تو شو. وقتی که رفت یا کسی میگش که اگه حال مرده را بیاره، ای خدا نکنه دکلی خود میزنه، چی بد کردم، نه دعا کردم بد وایم، او خدا قبولش نکنی. نمیگن اینی چی است که اول قار شد کل زور خود زد، این در زیر زمین تیرش کرد و زیر موترش کرد و کشیدش هم خرابش کرد. نه مردهش هم بیارن یا مردهش نبینم. پسان چی شده؟ او خدا میگه دم ناخونش یک خار نخلا. این پسان پشیمان شد، زود تصمیم میگیره، زود پشیمان میشه. و می خاطر الله میفهمه که میزنا میتور است، حق طلاق به مرد دادیج عدالت کرده، حق خود زن توجه کرده. اگه حق به خودش میداد خود تباه میکرد. چقدر اسلام یک دین عالی است، نه که اگه مقایسه کنی هیچ قانون به این نمیرسه.
اینا یکم تو می سر زن ظلم شد محکمه میره. چی گپ است؟ اگر دید گناه شوهر است طلاقش میگیره مهر خلا. اگر دید که گناه زن است چرا میگه هیچ گپی نیست ولی که تمی زندگی نمیکنه. خب مهر یایش بده. اگر حق طلاق در افغانستان بر زن بتن و اینجا مصرف ده لگه مصرف کرده 2 روز بعد دختر بگوید شوهر طلاق هستی این 5 لگش هم قرض کرده مجبور کار ده بکشه چند تا را بکشه ایران بزنه اورام بزنه زندگی خراب. به می خاطر اسلام میگه که نه طلاق زن مرد میته زن نه زن میگیره بیار خیلی معرفته این شوهر یک زن دیگه کنه تو برو یک شوهر دیگه بگی. چقدر خوب وقت نیست که دیگه هم براتان میگفتم. الله متعال در اینجا میفرماید الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. در اینجا الله میفرماید الطلاق طلاق دادن رجعی مرتان 2 مرتبه است. فامساک بمعروف نگاه کردن است با قانون شرعی او تسریم به احسان یا آزادش کند با قانون شرعی. ولا يحل لكم حلال نیست برای شما ان تاخذوا مما اتیتموهن شیئا اینکه بگیرین شما مما از مال آتیتموهن که دادین به زنا شین یک چیزی را حق نداری که طلاق دادی باید پیسه را بگیری نه الا یخافا مگر اینکه بترسه زن و شوهر الله یقیما اینکه قائم کردن نمیتونن برپا کردن نمیتونن حدود الله قانون الله را هر دوش دیدن. فین خفتم مگر شما عالم شدین الله یقیما حدود الله اینکه برپا کردن نمیتونین قانون الله را حقوق زنی و شوهری را زندگی خانوادگی را پیش بردن نمیتونین فلا جناح علیهما نیز گناه به بالای خانم شوهر فیما افتدت به در آنچه که فدیه میته خانم بر شوهر فدیه پیسه میته. اینجا در صورت است که گناه از کی است؟ از خانم است. میگه طلاق ما بته شوهر میگه تا که مهر نتی از را پیسه نتی نمیته بازم میگه خواه نخواه میتم میگه بته پیسه که من زندار شم باید پیسه را میگیره طلاق میته. تلک حدود الله فلا تعتدوها اینمی قانون الله است تجاوز نکنین ازی. و من یتعدى حدود الله فاولئک هم الظالمون هر که تجاوز کرد از قانون الله یا ظالما هستند. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اگر طلاق داد امی شوهر خانم 3م طلاق 2 تا خو شده بود فلا تحل حلال نیست امی خانم له از برای شوهر من بعد از طلاق 3م حتی تنکح زوجا غیره تا اینکه نکاح بکند کی امی خانم زوجا با یک شوهر غیر شوهر اولی 3م که داد تا که شوهر دیگه غیر شوهر دیگه شوهر نگرفته زندگی نکرده حلال نمیشه. فین طلقها باز اگر طلاق داد شوهر دومی ای زن را امی زنه او هم طلاق داد فلا جناح علیهما نیز گناه با بالای امی شوهر اولی و ای زن ان یتراجعا اینکه بازگشت بکنن با نکاح ان ظنا ان یقیما حدود الله اگر گمان کردن که حدود قانون الله را برپا میکنن. و تلک حدود الله قانون الله است یبینها لقوم یعلمون بیان میکند برای قومی که میدانند. مسئله 3 طلاق رجعی 1 2 گفتم برتان 3مش گپ داره و 4 مذهب میگه کسی 3 طلاق در یک وقت داد واقع میشه. حنفی مالکی کلش اتفاق داره. امروز علمای سلفی اینا فتوای دیگه میتن میگن 3 که بود در دوران رسول الله هم 1 بود. عمر رضی الله عنه 3 ساخت کل صحابه موافقه کرده. من فتاوای چی را هم که دیدم فتاوای سعودی هم 3 گفته 3 طلاق میته طلاق پورا شد خلاص شد یا میگه با 3 طلاقت کردیم خلاص شد. این سعودی هم می فتوا را داده بسیار علما هم را گفته ولی یا میگن که حدیث مسلم است در مسلم که 3 طلاق یکی بوده در دوران رسول الله ابوبکر میگه اینجا یک فتوا است که ما میتونیم فتوا بدیم. بازی فتوا را براتون میگم که کسی که با قرآن سنت پابندی میکنه
میشه که بر ازی سه یک حساب شد. ولی که مذهب است، اونم مذهبش هست، خلاص سه شده برای دیگه جدا شده. ما می تو چیز میکنیم یک ذره بسیار گپ داره، مسئله خلاص و گپ هست. وقت ما شما پوره شد.